با 20 قانون بسیار مهم و ضروری که برگرفته از بسیار عالمان ما آن را برای شما آماده کردیم، حالا میخواهم کوتاه پیشکش شما عزیزان گردانم. قانون اول میگوید که اگر فکر میکنی کارت اشتباه است پس انجامش نده. قانون دوم میگوید در صحبت همیشه دقیقاً همان چیزی را بگو که منظورت است. هیچ وقت طور زندگی نکن که سعی کنی همه را از خودت راضی نگه داری. قانون چهارم میگوید سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از آموختن بر نداری. در صحبت با دیگران هیچ وقت راجع به خودت بد حرف نزن. قانون ششم میگوید هیچ وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهایت بر ندار. قانون هفتم میگوید سعی کن به آسانی نه گفته توانی، از نه گفتن نترس، از بله گفتن هم نترس. با خودت مهربان باش. اگر میتوانی چیزی را کنترل کنی بگذار به حال خودش. قانون 11 میگوید سعی کن از اتفاقها و حالتهای منفی دوری کنی. برای رضایت دیگران کار را انجام نده که دوست نمی داشته باشی. سعی کن ببخشی اما فراموش نکن. قانون 14 میگوید در هیچ حالت سطح خودت را به اندازه طرف مقابلت پایین نیار. قانون 15 میگوید حرفی را که نمیپسندی تصدیق نکن. قانون 16 میگوید به کسانی لطف کن که برداشتش را داشته باشند، لطف تو را وظیفت ندانند و سپاسگزار باشند. قانون 17 میگوید با کسی که از داشتنش خوش نیستی همنشینی نکن. قانون 18 میگوید در یاد دادن دیگران بخشنده باش. و قانون 19 میگوید که از کسی ناراحت هستی برایش بگو، ناراحتیت را بگو، دلیلش را بگو و انتظاری عذر خواهی داشته باش. و نهایت قانون 20 میگوید عزیزان که به آنچه و یا کسی را که دوست می‌داری وقت جدا کن.